ساکنان تاجیکستان و ازبکستان تیارند برای بازگشت به روسیه هزاران دلار رو پرداخت کنند. گفت حقوقشناس اساسگزار سامانه میگران موبی باترجان شرماتوف در مصاحبه با نیشن نیوز. باترجان شرماتوف میگوید برخی مهاجران اساسوی مرکزی برای رسیدن به روسیه از طریق مرزش با قزاقستان غیر قانونی و حتی پای پیاده میگذرند. ما حتی ویدیو داریم که چگونه آدمان مرز را از طریق یک دشت با تراکتور میگذرند. موردهایی بود وقتی مرز قزاقستان را میگذشتند، هوا سرد بود و دو مهاجر را گم کرده برای نجات از سردی لباسهای خود را آتش زدند تا مرزبانها علنگه آتش را دیده آنها را از مرگ نجات دهند، نقل کرد شرماتوف. با گفت شرماتوف حالا با وجود مرزهای بسته مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند تا به هر واسطه به روسیه برگردند. آدمان زیاد میخواهند با راههای غیر قانونی مرز را گذرند. اگر قبلا در آغاز پاندمی همه زنگ زده درباره راههای بازگشت به وطن میپرسیدند، حالا از زمان ازبکستان زنگ زده میپرسند چطور به روسیه برگردند. بسیاری‌ها تیارند هزارها دلار را صرف کنند تا به روسیه برگردند، میگوید اساسگزار سامانه میگران موبی. طبیعی است وجود طلبات باعث پیدایش آنهایی شده است که از حساب عزم بازگشت مهاجران به روسیه میخواهند پول کار کنند. حالا حتی شرکت‌های پیدا شدند که چنین خدمات را بر عوض 1300-1400 دلار پیشنهاد میکنند، یعنی هر گونه دعوتنامه تشکیل میکنند، اسناد قلبکی درباره ضرورت طبابت تیار میکنند. اخیراً حتی گفتند که 600 نفر آمدند ولی آنها را به دلیل قلبکی بودن اسنادشان یا نشان دادن مقصد دیگر سفر به قلمرو روسیه راه ندادند. البته مردم برای کار میآید. آنها بهار امسال به خانه برگشتند، چند ماه آنجا زندگی کردند ولی در آنجا کار نیست، پول نیست، اویله ها را خوراندن در کار. باید با یگان را از این وضعیت برآیند. شماره زیاد مردم میخواهند به روسیه برگردند و برای این تیارند هر مبلغ لازم را بدهند، گفت است در انجام صحبتش مصاحبه نیشن نیوز.